دشمن مجدد فکر تجاوز به ذهنش بزنه ما او رو میتونیم غافلگیر کنیم؟ قطعا یک ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم. ما در این جنگ 12 روزه از آخرین دستاوردهامون استفاده نکردیم به صورت کامل. ما در برخی حوزه ها به تجهیزات پیشرفتمون رو به کار نگرفتیم. یکیش حوزه موشکی بود. این حتی در موشکی هم آخرین در موشکی ما همه اون چیزی که داشتیم به کار نگرفتیم. شما اشاره کردین به جنگ 12 روزه تجربیات مختلفی داشتیم. برخی از این تجربیات رو میشه امیر بهش اشاره بکنین که چه بود و اینکه شاید برای خیلی سواله که در این 12 روز وزارت دفاع چطور کار پشتیبانی برای نیروهای مسلح رو انجام میداد. من خاطرم هستش که اون اوایل یه ده نگران این بودن که خب این موشک‌ها ما الان مثلا این حجم داریم میفرستیم که زود تموم میشه، یا بعدش برخی این شبهه رو میکردن که خب نه، روزهای اول با خاطر اینکه ما مثلا لانچر موشک‌ها سر پا بود پرحجم میفرستادیم، بعد چون اینا مورد اصابت قرار گرفت دیگه روزهای آخر لانچر نداشتیم، مثلا 10 تا میفرستادیم. اینا شبهاتی بود که بعضن توضیح مردم خب درست اینا مردم سوال میکنن، شبهات هست، ولی انتظارم نداشته من همه جزئیات اینجا توضیح بدم، چون بالاخره جزء اطلاعات نظامیمون هست. من اولا در خصوص پشتیبانی، نحوه پشتیبانی، ببینید وزارت دفاع جزء اهداف اصلی دشمن بود. یعنی در ساعت اولیه به 2 تا شهرک ما حمله کرد، 5 بلوک سازمانی ما رو مورد هدف قرار داد. شهرک مسکونی، شهرک مسکونی، ولی هم شهرک شهید چمران و شهید رجایی که تقریبا نزدیک 40 واحد مسکونی ما را یک جا زد و 28 واحد کاملا تخریب شد. ما 56 شهید دادیم در همون حمله اول، در همون صبح ساعت 3 و 24 دقیقه. از خانواده های بله، ما وزارت دفاع همش زن و بچه و کودک و ما 25 کودک و نوجوان شهید دادیم در همون حمله اول، که برخی از اینها پیکر پاکشون به همراه اسباب بازیاشون از زیر آوار اومد بیرون. چه گناهی داشتن؟ اینا ما چیکار کرده بودن؟